در کوههای اکوادور، کهنجایی رو به فراموشی، پیکاری آغاز شده است. کوههایی اسرارآمیز و پوشیده در مه. زیستگاه گونه‌های کمیابی که برای تعادل زیست محیطی زمین بسیار بایسته می‌باشند. این دنیای پوشیده در ابر که زمانی دست نایافتنی می‌نمود، اکنون هدف یورش انسان قرار گرفته و به سوی ویرانی می‌رود. اما آدم‌هایی هستند که برای نجات این پهنه به پا خاستند. با بهره‌گیری از اندیشه‌های نو در زندگی می‌توان به آینده این سرزمین امیدوار بود. در کوههای اکوادور پیکاری برای نجات گیاهان، مردم و سرزمین در می‌گیرد. چنانچه جنگل ابر از بین رود، گوهری بس گرانبها را از دست خواهیم داد. جانورهای کره زمین برای بقای خود بین مرگ و زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند. گروه ما با پذیرش همه خطرها برای مستند نمودن پیکار این جانوران رنجور در صحنه حضور دارد. در سفر دور دنیا و نشان دادن تلاش‌هایی که برای نگهداری گونه‌های در خطر نابودی می‌شود با ما باشید. در قله کوه‌های جنگل‌های سرسبز آمازون در اکوادور، خانواده‌ای الوارهای تازه بریده را با قاطر جابجا می‌کنند. خانواده پانا، چادرنشین و تهیدست، در جایی نمور و اسرارآمیز که خانه می‌نامند، برای ادامه زندگی ناگزیر به مبارزه روزمره هستند. جنگل ابر، یک زیست بوم بی همتا و زیبا، در اینجا و در سراسر دنیا به تندی در حال ناپدید شدن است.